اگه میخوای راجع به جزیره عجیب توی اقیانوس آرام که صدای گریه از اون بیرون میاد و اتفاقات عجیبی در اون رخ میده چیزی بدونی، این ویدیو رو از دست نده. زمانی که اسم این جزیره رو میشنوین احتمالاً میدونید که در مورد چه چیزی صحبت میشه. بله، توی این جزیره شما یه صدای گریه عجیب در طول روز و شب خواهید شنید. به نظر میرسه این صداها همیشه شنیده میشن. بعضی وقتا صداها مثل زجه و زاری کردن پرندگان هست. هر وقت یک کشتی از اونجا رد میشه، مسافران اون احساس کنجکاوی یا حیرت میکنن. اما تا حالا هیچکس جرأت رفتن به این جزیره رو نکرده که به ما بگه اونجا چه خبره. اما انتهای ویدیو نظریه‌ای درباره این صداهای عجیب و غریب رو براتون توضیح میدم. پس ویدیو رو تا آخر تماشا کنین. یکی از عجیب‌ترین حقایق درباره این جزیره اینه که تقریباً هیچ کس نمیتونه توی این جزیره فرود بیاد و انسان‌ها پس از نزدیک شدن دچار توهم میشن. قطر این جزیره تنها حدود 2000 متر و مساحت کل اون 6000 هکتار زمین هست. جزیره کوچیکی مثل این در اقیانوس آرام خالی از سکن است. ناگفته نمونه که هنوز اتفاقات عجیبی توی این جزیره رخ میده. جزیره گریه به دلیل وجود صدای عجیب و غریبی که از اون بیرون میاد معروف شده. این جزیره همیشه گریه میکنه، گاهی با ناله بسیار دردناک، گاهی مثل اینه که افراد زیادی دور هم جمع شدن تا گریه کنن، مثل صدایی که از صحنه تشییع جنازه میاد. صدای این جزیره نوعی صدای غم انگیزه، به خاطر همین مردم به این جزیره جزیره گریه میگن. در ادامه به بررسی بیشتر و روشن شدن معمای جزیره گریه میپردازیم. ولی قبلش لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنین. صدای عجیب و غریب که از جزیره گریه میاد و به گوش کسایی که در نزدیکی اون قرار داره میرسه، همواره یکی از بزرگترین معماهای علمی بوده. این صدا ابتدا در دهه 1960 میلادی توسط کشتی‌های دریایی شنیده شد و بعد از اون در دهه 1980 میلادی توسط محققان علمی بررسی شد. بعد از بررسی‌های انجام شده مشخص شد که دلیل اصلی ایجاد این صدا نفوذ جهت باد در محیط منطقه است. با توجه به شکل خاص زمین در نزدیکی جزیره گریه، باد به گونه‌ای به جزیره خورده و باعث ایجاد صدای عجیب و غریبی شده. بعضی از محققان این صدای عجیب را به علت شکل خاص زمین جزیره توضیح دادند. با این حال این تحلیل بسیار مشکوکه و از اونجایی که هیچ ناهنجاری در ساختار و توپوگرافی جزیره وجود نداره، بسیاری از علاقه‌مندان به معمای جزیره گریه این تحلیل را قبول نمی‌کنند. نظر شما چیه؟ به نظر شما این صداهای عجیب و غریب چه علتی میتونه داشته باشه؟ توی کامنت برام بنویس. یکی از نظریه‌های مطرح شده برای توضیح دلیل ایجاد صدای عجیب جزیره گریه، وجود رسوبات و نفت در زیر زمین جزیره است. برخی محققان معتقدند که وجود این رسوبات و نفت میتونه باعث ایجاد صدای عجیب و غریب شده باشه. یکی دیگه از نظریه‌های مطرح شده وجود حیوانات ناشناخته در جزیره است. برخی از علاقه‌مندان به معمای جزیره گریه معتقدند که این صداها میتونه به علت وجود حیوانات ناشناخته در جزیره باشه که هنوز شناخته نشدن. نظریه دیگه‌ای که برای بررسی دلیل ایجاد صدای عجیب جزیره گریه ارائه شده وجود تونل‌های زیرزمینی در جزیره است. برخی محققان معتقدند که این تونل‌ها میتونن باعث ایجاد صدای عجیب و غریب شده باشند. علاوه بر صدای عجیب و غریبی که از جزیره گریه میاد، معمای دیگه‌ای هم درباره این جزیره وجود داره. این معما مربوط به وجود مخلوقات ناشناخته در جزیره است. برخی از علاقه‌مندان به معمای جزیره گریه ادعا کردند که در این جزیره مخلوقاتی ناشناخته و عجیب زندگی می‌کنند. بعضی از این مخلوقات موجوداتی بسیار بزرگ و قدرتمند هستند که قادر به حرکت در آب و هوا هستند. همچنین برخی از این مخلوقات دارای قدرت‌های خارق‌العاده مثل قدرت تلپاتی و تحرک با سرعت بسیار بالا هستند. تا به حال هیچ تحقیقات علمی جامعی درباره وجود مخلوقات ناشناخته در جزیره گریه انجام نشده. با این حال برخی از علاقه‌مندان به معمای جزیره گریه معتقدند که وجود این مخلوقات میتونه به دلیل فعالیت‌های غیرمعمولی در جزیره باشه و بررسی‌های علمی بیشتری باید درباره اون انجام بشه. مرسی که ویدیو من رو تماشا کردین و برای دیدن ویدیوهای بیشتر لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو برای دوستاتون هم بفرستین.